سلام آقای رئیس جمهور و سال نوتون هم مبارک باشه. همچنین. ممنون، متشکرم. هم از رادیو ایران صدا هستم، هم از طرف دوستان خوبم رادیو جوان. یک سوالی رو میخوام خدمتتون مطرح بکنم در مورد اینکه نمیدونم شما در مورد و این جریان قرار گرفتید که چند شبکه فارسی زبان از خانم هیلاری کلینتون رئیس وزیر امور خارجه امریکا دعوت کردن که در برنامه‌های زندهشون حضور پیدا بکنن و با مردم ایران و برای مردم ایران صحبت بکنن. می‌خواستم ببینم اگر در مورد این قضیه اطلاع دارید، نظرتون چی است؟ اصلا کاری درستی میتونه باشه یا نه؟ خیلی خوبه، به نظرم هر چیشون بیشتر صحبت کنه بهتره. هرچی بیشتر صحبت کنن معلوم میشه که هیچی نمیدونن. ما نمیتونیم مانع بشیم که ببینید در سیستم ارتباطی کسی نمیتونه مانع بشه. ما باید حرف داشته باشیم برای دنیا و داریم. حرف برتر و بهتر برای دنیا داریم. ما برای حل مشکلات جهان برنامه داریم، تئوری داریم، یه نظریه منسجم داریم برای سعادت جامعه بشری، برای رفع اختلاف، برای رفع جنگ ها، برای رفع فقر، برای رفع فاصله ها. اینو باید عرضه کنیم. رسانه های ما باید اینو عرضه کنن، اینو عرضه بکنن و برن پیش دستی بکنن. البته دولت آمریکا اینجوری که ما برخورد میکنیم برخورد نمیکنه. میدونید همه سنگین ترین سانسور در آمریکاست. یعنی هر کس از هر شبکه‌ای استفاده کنه کنترلش میفته و دولت آمریکا میتونه کنترل کنه. چه ساعتی، چه شبکه‌ای، چه برنامه‌ای رو دیدید. چون کابلی همش کابل. کابل هم یعنی همه چی در دست برنامه‌ریزان. توجه دارید؟ اما اینکه دعوت کردن از خانم کلینتون، خب ایشون هر چی بیشتر صحبت کنه به نظرم بهتره. و شما فکر می‌کنید که سیاست شبکه‌های فارسی زبان چی میتونست باشه از اینکه از ایشون دارن دعوت میگیرن به خاطر این کار؟ میدونم اونا که از ما سوال نمیکنن که، اونا خیال میکنن اگر خانم کلینتون رو بیارن میتونن علیه دولت و ملت ایران یه کاری بکنن. اما ما استقبال میکنیم ایشون هر چی بیشتر صحبت کنه به نفع ملت ایران. خیلی ممنون، متشکرم.